سلام. دوست عزیزی به من گفت که در مورد این پست که ریپلای شده توضیح بدم، که من گفتم بهتر این کار رو توی کانال انجام بدم که اگر دوستان دیگری هم براشون جالب بود این رو بشنون. این نامگذاری یکی از ویژه‌نامه‌های فرهنگستان زبان فارسی به نام زبان‌ها و گویش‌های ایرانی از این بابت غلط انداز هستش که در 100 سال اخیر برای پیش بردن پروسه آسیمیلاسیون و نسل‌کشی فرهنگی خلق‌های غیر فارسی زبان در داخل ایران سعی شده که گونه‌های زبانی اونها رو با نام گویش ارزش گذاری کنن. یعنی گونه زبانی فارسی رو با نام زبان معرفی کنن و گونه‌های دیگر زبانی رو معمولاً حالا زبان‌های همخانواده، البته زبان‌های غیر همخانواده با زبان فارسی و زبان‌های هندواروپایی، هندو ایرانی که در داخل ایران به اصطلاح وجود دارن، اینها رو هم سابقه داره حتی با نام گویش معرفی بکنن. باز برای اون مسئله ارزش گذاری و اینکه ذهنیت گویشور اون زبان غیر فارسی رو اینجوری شکل بدن که یک احساس حقارتی در اونها به وجود بیاد که این گونه‌ای که من دارم باهاش صحبت میکنم یه چیزی دون زبان هست، این زبان نیست، این گویش هست. از دو طریق این کار انجام شده. یکی این که مردم به غلط فکر بکنن که این گونه‌های زبانی گویش‌هایی از زبان فارسی هستند و از به اصطلاح راه دیگه، طریق دیگه‌ای فکر بکنن که اینها نسبت به زبان فارسی یه چیز کمتر هستن. مثلا توی اون مقاله کاروند که توی همین کانال هم هست برای آقای کسروی هستش، اینجا برای زبان‌های ایرانی از اصطلاح نیم زبان استفاده کرده. یعنی این تلقی‌ها رو می‌خواستن بین گویشورا ایجاد بکنن. ما توضیح دادیم، حالا طی پست‌های مختلف یه گفتگوی مفصلی هم هست که با خانم گلچین عارفی توی کلاپاس انجام شده، تو همین کانال هست، که در مورد گویش و زبان و لهجه و اینا صحبت کردیم. اما از اونجایی که این مسئله خیلی از مردم هست، یعنی خیلی از مردم سمی که وارد مغز اینها کردن هنوز به اصطلاح اون فعال هست و بیرون نرفته بابت این آموزه هایی که از همه جا شنیدن این رو، متاسفانه لازم توضیح باز هم که گویش، وقتی که ما به دو تا گونه میگیم گویش، اینها یک رابطه دو طرفه با هم دیگه دارن. اولا که زیر مجموعه یک زبانن. در واقع این اسم گذاری زبانها و گویشها به خاطر این اشتباهست که خب اگر وقتی که ما اسم زبان رو گفتیم دیگه نیازی نیست که رابطه درون اون زبان رو هم بیایم دوباره در کنارش بگیم. یعنی در واقع اگر مثلا یک خانواده‌ای ما به نام محمدی میشناسیم فرض، دیگه نمیگیم خانواده محمدی و برادران و رابطه برادریشون یا مثلا و خواهرهاشون. در واقع این خواهرها توی همون خانواده محمدی تعریف میشن. این زبانهای ایرانی و زبانهای غیر ایرانی که در داخل ایران هستن، غیر هندی اروپایی هم هستن، اینها درون خودشون شعبه ها و تقسیمات مختلفی دارن که همه اونها هم باز هم خودشون زبان هستن. در واقع این رابطه دو طرفه‌ای که بین این گونه‌های زبانی تحت عنوان گویش یا لهجه مطرح میشه برای ارزش گذاری نیست به ذات. اینها روابط این گونه‌ها رو نشون میدن. میگن که آقا اینا چقدر به هم دیگه شبیه هستن. مثلا اگه میگیم حسن برادر حسینه، میگیم آقا اینا رابطه برادری دارن. این برادری اسم اون طرف نیست، این برادری ذات اون طرف نیست، یک نسبتی هست که با یکی دیگه داره. این اصل مسئله و کل مسئله هستش که متاسفانه میگم این ذهنیت رو سعی کردن مهندسی بکنن با این عناوین موذیانه و متاسفانه ما میبینیم توی مقالات و توی کتاب ها هم خیلی این
عناوین تکرار میشه. در واقع ما باید یادمون باشه این افرادی که این اصطلاحات غلط و نابجا رو ساختن و نشرش دادن و افراد دیگه‌ای که بعد از اونها این اصطلاحات رو میبینن به عنوان متخصص اونها رو تصحیح نمی‌کنن، سعی نمی‌کنن که اطلاعات درست رو به مردم بدن، از این سردرگمی و از این اطلاعات غلط مردم سود میبرن. یعنی یک نفعی توی کار هستش که اینها به عنوان متخصص و به عنوان متولی اطلاعات غلط رو سعی نمی‌کنن تصحیح بکنن. اون مطالب جا افتاده غلط در مورد زبان‌های غیر فارسی رو سعی نمی‌کنن که تصحیح بکنن. شما فرض کنید که یک جامعه پزشکی وجود داشته باشه که یک سری اطلاعات غلط در کل جامعه ببینه و رفتارهای غلطی ببینه، اطلاعات غلطی ببینه و سعی نکنه که هشدار بده، اون اطلاعات درست رو بهشون بده. خب ما جز این که باید به این نتیجه برسیم که اینها مغرض هستن و یک نفعی دارن از این، به عنوان اینکه کسانی که متخصص هستن و اطلاعات درست رو نمیدن، دیگه چه فکری میتونیم در موردشون بکنیم؟